درس ششم کتاب آموزش انبور استاد زنوری. در اینجا ما نوت‌های چنگ رو اجرا میکنیم در کنار نوت‌های سیاه. هر نوت چنگ نیم ضرب پا هستش، یعنی نوت سیاه که یک ضرب کامل بود، نوت چنگ میشه یه پا که میره پایین یک چنگ اجرا میشه، بالا که میاد یک چنگ. بهتره که مضراب‌های راست و چپ رو اجرا کنیم در این درس. حالا در این درس مضراب چپ رو ننوشته، میشه راست راست هم اجرا کرد، ولی راست چپ بهتره، چون من به دو صورت براتون اجرا میکنم. یعنی در اینجا وزن خوانی هم به این شکل میگه. قبلا میگفتیم یک دو، الان میگیم یک و دو و به این شکل. یعنی به این شکل اگه بخوام بزنیم میگیم یک و دو و، یا میگیم یک و دو و. از ساز هم میشه یه مقداری کمک گرفت، یه مقداری دسته ساز رو با حرکت پا میشه یه مقداری حرکت داد که راحت تر بشه. خب ولی کم، خیلی دامنه زیاد نباشه که شکل نشستنتون به هم نخوره. درس ششم، یک و دو و، دو 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 دو. سکوت. حالا با مضراب‌های راست و چپ اجرا میکنم. اولین مضراب هر میزان رو بهتره که قوی بزنین، 4 انگشت، بقیه‌شو با تک انگشت. اینجا ما دیگه مضراب چپ هم اضافه شد دیگه، چپ هم از پایین رو به بالا نواخته میشه، هم انگشت اشاره اول. خب میگیم یک و دو و، دو 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 دو. اگر وزن‌خوانی بخوایم بکنیم به این شکل میگیم یک و دو و، یک و دو